پاییز سال 96 بود و بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم نتونستم توی رشته خودم به شغلی برسم. وارد لاین ناخن که خواستم بشم، یک دوست بسیار صمیمی داشتیم که برگشت به من گفت که خیلی زیاد شده ناخن کار و نمیتونی اینجا به کسب درآمد برسی و خلاصه ما گوش ندادیم. وارد این کار شدیم، آموزش دیدیم و شروع به کار کردیم. یک سال بعد از اینکه ما کار رو استارت زدیم به کسب درآمد رسیدیم. بعد از یک سال همین دوست ما برگشت گفت که منم میخوام وارد این لاین بشم، به منم یاد بده. همین دوست من متاسفانه وضعیت مالی خوبی نداشت و من گفتم که به خاطر اینکه حالا یک کمکی کرده باشم به این دوستم، اوکی بیا بهت یاد میدم. خودم بردمش با هم دیگه با هزینه خودم براش مسائل رو خریدیم. ما برای یک هنرجو 1 هفته تا 10 روز ما تایم میذاشتیم و بهش یاد میدادیم. ولی برای دوستم من نزدیک به 3 ماه کامل وقت گذاشتم و بهش یاد دادم. کارش که حرفه‌ای شد، یاد گرفت. بهش گفتیم بیا برو دیگه یه میز اجاره بگیر و شروع کن و کسب کارت ایشالا پا بگیره و به درآمد برسی. من نمیتونم سالن پیدا کنم، من از کجا میز اجاره بگیرم؟ گفتم خب من الان تو این کسب و کار یه اسمی دارم، تو به همکارا میگم. بعد از اینکه استارت کار رو زد به 1 ماه نکشیده و سرش رو جمع کرد و رفت خونه نشست. به نظرتون چرا؟ چون هزینه‌ای بابت این کار پرداخت نکرده بود. خلاصه از اون موقع من به این نتیجه رسیدم که دیگه هیچ وقت به هیچ کس بدون اینکه زحمتی برای کارش بکشه کارمو یاد ندم.